میشه که قبل از 18 سالگی اینا رو بهم میگفت، ولی خب هیچ نگفت. اما اشکال نداره، من به تو میگم. مورد اول، زندگی فقط درس و نمره نیست. درس خوندن مهمه، ولی تنها چیزی نیست که قرار زندگی تو بسازه. باید کنار یاد گرفتن فرمولا و تاریخ‌ها یاد بگیری چطوری زندگی کنی، چطوری با آدم‌ها حرف بزنی، چطوری خودت دوست داشته باشی، چطوری پول در بیاری، چطوری مشکلات زندگی تو حل کنی و چطوری وقتی با کله خوردی زمین دوباره رو زانوی خودت بلند شی. مورد دوم، مهارت یاد بگیر. هر مهارتی، آشپزی، نقاشی، گرافیک، رانندگی، ارتباط با مردم، هر چیزی که کمکت کنه مستقل‌تر و بهتر زندگی کنی. تازه اگه یه ذره باهوش باشی میتونی از مهارتات پولم در بیاری. مورد سوم، با خانواده جنگیدن چیزی رو درست نمیکنه. اونم اولین بارشونه که زندگی میکنن، اولین باری که پدر مادرن. طبیعی بعضی وقتا 10 از 10 نباشن، خیلی وقتا واقعا حق با اوناست، ولی خب چون ما یه ذره بی‌تجربه‌ایم یکم دیر اینو متوجه میشیم. حتی که بعضی جاها واقعا حق با تو باشه، سعی کن بدون جنگ و دعوا و با منطق به مرور زمان اونا رو قانع کنی. مورد چهارم، خودتو با هیچ کس مقایسه نکن. راه هر کسی فرق داره، سرعتش هم همینطور، یکی زود میرسه یکی دیرتر، ولی مهم اینه همیشه تو مسیر رسیدن به خواستات باشی. پارس بعدی هم تو همین پیجه، بزن روش.